کادوهای کریسمس و شرکت لحظه آخری به من گفتش که مسئولش امسال تویی. یعنی یه هفته مونده به کریسمس. عالی شد. یه هفته مونده به کریسمس پارتی شرکت به من گفتن، یعنی یکی به من گفت با یادم رفت هفته پیش بهت بگم. دست درد نکنه. آره خواسته هیچ آمازون، یعنی اگه نبود من اصلا هیچی. من گفتم برو باشین به من چه. چند نفر با خرید کنی؟ ببین چون هر کسی با کاپلش میاد 18 نفریم. خودشون رو دیگه حساب نکردم دیگه، مدیرا رو زن و شوهرن. 18 نفریم، 10 تا مردن، 2 تاشون بدون یارن، 8 تا خانم. خب بعد رفتم چت جی پی تی، یعنی گفتم ایده کادو به من بده، ما وضعیتم اینه. یعنی برای همچین چیزی از چت جی پی تی استفاده بله. من بابا یه هفته مونده، من یعنی باید یه فکری میکردم که یه چیزی پیدا میکردم که سریع برسه دستم. اگه خود چت جی پی تی میدونست که واسه همچین چیزی هم بعد کلی هم کار داشتم دیگه، کارهای دیگه هم داشتم، مثلا وقت فکر بشینم فکر کنم لیست مثلا چی کار کنم، سریع داد. چه آپشن‌های خوبی هم پیشنهاد داد. خیلی چیزا، مثلا ست اسپای مثلا واسه خانوما، یا گرم کنه دست برای آقایون، یا یه بریسلتی مثل دستبند مثل آقایون که مگنته. بعد مثلا میخوان کار کنن، چون اینا همه الکتریشنن دیگه، همه چی میگن مهندس برقن، نه الکتریشنن، چی میگن بهشون به فارسی؟ نمیدونم. الکتریش. حالا پیچ و مهره و اینا مثلا بس میشه به این دیگه، نمیذارن جایی یا بزن تو جیبشون و اینا، هر از این ور میدارن. منم دعوتم. نه دیگه متاسفانه. چقدر بودجه بهت دادن؟ بعد هر نفر تا $50. خلاصه اونا رو سریع انتخاب کردم در عرض مثلا 1 رو 20 دقیقه. پس چرا شرکت ما از این چیزا نداره؟ میگم چون هنوز استارتاپ خب اون بچه باشه بزرگ میشه دیگه. به $50 رو بدم به خودم. $50 هم نمیدن؟ پارسال که نه کریسمس چیزی دادن نه عید نوروز برای خودشون آوردن. ایرانی ها؟ اگه این پادکست رو ببینن چی؟ حالا انشالله که کاربدر رو که من نکردم، اونا خوب کادو نمیدن. 100% اونا باید، تو که نباید ترس داشته باشه. حالا یه چایمون نشه؟ چرا عزیزم؟ چای دمی داریم. بگو چرا نمیگی؟ چای دمی براش گرفتم، قوری گرفتم. یه امر خیلی عادیه تو خونه ما، ولی واسه اینا مثل که خیلی آخه وقتی میتونی با لیپتون سری چای عمل بیاری. ریختم. لیپتون آخه چیه؟ لیپتون خورده چاییه. اون خورده چایی‌ها رو بگ میکنن چی؟ فکر کردی مثلا نزدیک میخوام تو دوربین نگاه کنم. چقدرم سنگینه قوری قشنگمون، قوری گل قرمزی. ریختی خاک تو سر. آره دیگه اشکال نداره. دستمال نداریم دیگه ولش کن دیگه دستمال. آره. به اپیزود 2 پادکست یه چایمون نشه خوش اومدین. من ترانه‌ام، اینم سایناست. مثل همیشه اومدیم با پیژامه نشستیم راحت چای بخوریم با هم، عشق کنیم و حرف بزنیم و دیگه راحت باشیم و با هم دیگه. میخوای بگیم چقدر توی ادیت اپیزود اول خندیدیم؟ آره انقدر و چقدر چیز یاد گرفتیم. ببین ما هنوز داریم یاد میگیریم دیگه، حالا ها مونده ما چیز یاد بگیریم. کلی نور از لحاظ نور اینجا یه دفعه خاموش شد سنسور، الان دیگه از اول خاموشش کردیم، خیال خودمون رو راحت کردیم، راحت داریم. فهمیدیم گلوی من وقتی چیزی میخورم صدا میده، قرط صدا میداد. آره. و الان جلوگیری کردیم. بعد پزشکی کرد گفتش که احتمالاً گلوی سوم لوزه سوم لوزه شاید داشته باشید. انقدر خندیدیم که باورتون نمیشه. اصلا خودمون 20 بار اپیزود اول دیدیم فکر کنم تو ادیت. الان مال من شاید قورتش بیاد، حالا نمیدونم. میکروفونه قراره یه دور بخور. الان که بخور درست. بخور. این مال من بود. نه من. چرا تو صدا نداری؟ چطوری وقت چای خوردنش لذت میبره؟ بازه اینجا. خب چای میخوری با این صدای عادی شده واسط. یعنی رو مخ بقیه. آره
بغلت کسی بشینه نشست. سروش عادت کرده ولش کن. سروش خودش فکش صدا میده غذا میخوره، اون اصلا حرف نمیتونه بزنه. من داشتم فکر میکردم که چقدر این پیجا به ما کمک کرد، پیجمون که الان نشستیم با هم دیگه و اصلا با هم آشنا شدیم، چه مسیری رو وسط گلوی من آره دیگه یه دفعه دیگه بذار نه آخه بس دیگه چقدر گلو رو بگیم گلو رو گفتیم، ایشون یه لوزه‌ای داره که شاید خودش هنوز خبر نداره. ولی آره پیجامون آره نه میگم که چه داشتم به فکر می‌کردم که چقدر عجیب اصلا آشنایی ما، چه آدم‌هایی این وسط باعث شدن اصلا سما پویا، حالا بعداً راجبشون حرف میزنیم حتما، و پیجامون اصلا کلا باعث شد که الان اینجا نشستیم با هم دیگه حرف میزنیم. خیلی حال کردم از این قضیه و من نمیدونم تو چجوری بلاگر شدی، شاید تو هم شاید ندونی من چجوری. نه من نمیدونم، من فقط ویدیوهاتو میدیدم قه میخندیدم قه. خب تو چجوری از ایران بودی یا؟ من ایران پیج بیزینسی خودم رو داشتم و من اینجا الان اینفلوئنسرم، بلاگر نیستم. من بلاگر بودن زیاد خوشم نمیاد، دوست دارم اینفلوئنسر باشم. این دوتا با هم فرق میکنه و خیلی هم تصمیم همیشه دارم که این دوتا رو بگم که با هم فرق میکنه. من ایران پیج بیزینسی لباس داشتم، فروش لباس داشتم، 3000 تا مشتری فعال داشتم، روسانا گالری. و با سروش با هم شریک بودیم توی این کار با همسرم و تمام زندگیمون بود دیگه، یعنی همه چی، یعنی بچم بود، یعنی واقعا بچم بود. راهش انداخته بود. 3 سال بود که من اون کار بیزینس رو داشتم و پلیس ریخت توی خونه، پیج رو مصادره کرد، ما دادگاهی شدیم. وایسا چرا یه کارت چی شد که پلیس ریخت خونه؟ برامون پرونده درست کردن به اسم تبلیغ علیه نظام و جریحه دار نمودن عفت عمومی. سرم داستانای مهسا امینی. ببین من باور دارم که کسایی که اون موقع آنلاین شاپ داشتن خط مقدم اون داستانا بودن، چون اگر استوری نمیذاشتن و حمایت نمیکردن مردم میریختن سرشون. و وقتی که داستان مهسا امینی تموم شد، تموم که نشد، یعنی یکم شرایط ایران آرومتر شد، اولین کسی که پلیس رفت سراغش پیجای آنلاین بودن. یعنی اینا هم اینوری خط مقدم بودن، یعنی اینا که نه خودمون، هم اونوری. و حالا اولش به ما گفتن با یه تعهد درست میشه، ولی با تعهد که درست نشد هیچ. ما رو دادگاهی هم کردن، میگم پرونده برامون درست کردن، سروش رو بازجویی بردن. میگم اصلا مال ما در حد تعهد نبود، ریختم تو خونه. یعنی 11 خرداد یادم نمیره، فردای روز تولد مادر بزرگم بود. آره سروش اومد تو اتاق و از اتاق به هیچ عنوان بیرون نیاد، پلیس تو خونه است. من فکر کردم اول شوخی میکنه، بعد دیدم نه واقعا پلیس تو خونه است. و قسمت جناییش این بودش که به سرایدار گفته بودن که یه آقایی اینجا با ماشین زده یکی رو کشته و ما الان پیداش کردیم اومدیم دستگیرش کنیم و به سرایدار اجازه ندادن زنگ بزنه بالا و به ما بگه. بعد صبح ساعت 10 حداقل میذاشیم ما چشمون باز شه به خودمون بیایم. آره اول اصلا برنامه پلن شما بودین دیگه. بعد دیگه خیلی از موضوع دور شدم، هیچی دیگه. بعدش ما حالا اومدیم کانادا با وثیقه و اینا، همچنان درگیر دادگاه اینا بودیم که تصمیم گرفتیم اینجا بمونیم. و من دسترسی پیج رو از دست اونا در آوردم. ممنوع خروجی اینا نکرده بودن. چرا؟ پول داده، پول ممنوع خروجی دادیم. آره یعنی بابت وثیقه گذاشتیم، نه اینکه پول ممنوع خروجی دادیم، وثیقه گذاشتیم. تونستیم بیایم کانادا. البته ما برای سفر اومدیم ولی بعدش کلا چیز شد، چون من اصلا اقامت اسپانیا داشتم و اصلا چیز نبود که بخوایم بیایم کانادا بمونیم. بعد دیگه جونم برات بگه که اینجا بلاگر شدی؟ آره پیج رو از دستشون در آوردم. وقتی تصمیم گرفتیم اینجا بمونیم پیج رو از دستشون در آوردم، وثیقه از بین رفت و آره دیگه اون پول رفت و من بالای پیجم نوشتم روسانا گالری سابق و بیا با هم از صفر بسازیم. الان نیست اون جمله. چرا هنوزم هست؟ هنوز هست؟ فکر کنم هنوز هست. نمیدونی دیگه چند سال گذشته. ولی ببین یه چیزی که برام جالب یادم رفت چی می‌خواستم بگم. نه ولی اینجا شروع کردی، اینجا پس تازه شروع کردی که خودت آره اینو می‌خواستم بگم. من یادم موقعی که پیجو داشتم و کارم لباس بود، دخترم من یه بار برگشت به من گفت ساینا، بعد اون موقع هی صحبت این بودش که می‌خواد اینستاگرامو فیلتر کنن و اینا. گفت اگه ساینا
کارتو ازت بگیرن چی کار میکنی؟ گفتم ببین من همین پیج فروش لباسو ازت بگیرن چی کار میکنی؟ بودی؟ آره اون موقع اصلا ایران بود، اصلا صحبتی از کانادا و اینا نبود. بهش گفتم ببین من یه بار زمانی این بیزینس رو درست کردم که صفر مطلق شده بودیم و این ایده اومد و این بیزینس چک گرفته. من یاد گرفتم که دوباره بلند شم و وقتی اومدیم اینجا دوباره ما از صفر شروع کردیم و من بالای پیجم نوشتم از صفر با هم بسازیم و سعی کردم به تمام، چون یه تایمی بودش که همه ورک پرمیتی اومده بودن دیگه، همه نیو کامر زیاد بود. سعی کردم که اون مسیر رو 2023 مرداد 2023 جولای 2023 سعی کردم اون مسیر رو به همه یاد بدم. یعنی اگر کار اولمو پیدا کردم با سختی، جارو دادن، تی دادن زدم، گفتم تو پیج با اینکه من فوق لیسانس داشتم، بیزینس خودم داشتم. مثلا داشتم فوق لیسانس دوممو اینجا میخوندم. آره. ولی من دوست داشتم تجربه کنم. من هیچ وقت ناراحت نشدم ولی دوستم نداشتم. نه من دوست داشتم تجربه کنم. میدونستم سخته. یعنی میدونستم که چیه ولی دوست داشتی تی زدن تجربه خونتون تی میزدی؟ نه لزوما تی نه، منظورم اینه که تو فروشگاه کار کردن، تو کافی شاپ کار کردن، تو رستوران کار کردن. من یادمه که ایران، حالا وسط حرفت ببخشید نه. میخوام بگم که تو همیشه تو مثلا شرکت خیلی خوبم کار کردم. خب بعد میرسیدم به یه حدی که دیگه مثلا بالاتر از اون چیز تو دپارتمان من دیگه نبود دیگه، یا بعد مثلا میرفتم دپارتمان فروش که اصلا دوست نداشتم یا دیگه هیچ راه دیگه نبود دیگه بالاتر از مثلا هد دپارتمانم مثلا میشدم. بعد هی انگار راکت بودم، هی میخوام خب همین تش همینه، انگار یه چیز بیشتر میخوای، یوان مرغ قشنگ. بعد به مامانم میگفتم که به مامان و بابام جفت مثلا میگفتم دلم میخواد بعد از کار برم چیز مثلا مغازه های مثلا نایکی، آدیداس، اون موقع که ایران بودم کار کنم. مامانم میگفت دیگه چی؟ دختر من پاشه بره مثلا با فوق لیسانس نمیدونم دانشگاه تهران مثلا پاشه بره. من گفتم مگه چیه مامان، چه اشکالی داره؟ اصلا من مثلا مهم کار که آرنی دوست داشتم. من پول درآوردن رو دوست دارم. عاشق پول درآوردن بودم. دوست داشتم زودتر دستم تمام شه برم سر کار. اینجا هم همینطور. من میدونستم که از ایران میام اینجوری نیست برم تو شرکت سری کار کنم. نه منم میدونستم همچین دانشجو بودم. منم کندی تایر کار میکردم اونجا. خب آخه جایی که من کار میکردم در دیگه زیر مجموعه کندی تایر، اسپورت چک و کندی تایر و اتمسفیر که بسته شد. بعد من یه چیزایی اینجا تجربه کردم به عنوان کسی که حالا مثلا پیجم داشت که برای خودم عجیب بود. مثلا سروش اولین کاری که رفت سر کار، حالا بعدا تو یه اپیزودی راجبش حرف میزنم، مثلا 2 ماه بود ما اومده بودیم، ماه دوم سروش رفت سر کار و طرف پولشو نداد و مثلا بعد از یه ماه کار رفت اولش زیاد. آره و مثلا اتمسفر بسته شد. بعد من تمام اون احساسا رو اومدم، مثلا اتمسفر جایی بود که کار میکردم، اومدم توی پیج گفتم که وقتی مدیرم خبر داد که داره بسته میشه چی بود، چه شکلی ما رو انتقال. من پیج تو وقتی که آشنا شدم باهات رفتم دیدم و دیدم که چجوری داری، چقدرم خوب. یعنی میدونم که خیلی آدمای نیوکامر توی پیجت هستن و حتی کسایی که اصلا ایرانن و حالا شاید تو فکر مهاجرتن یا دوست دارن راجع به کانادا بدونن، ونکوور بدونن. فهمیدم که خیلی مثلا میرفت بانک حساب باز می‌کرد، مثلا میگفت چجوری، یا مثلا گواهینامه‌شو چجوری گرفته. همه مراحلی که تا الان اومده رو دیدم. یه چیز جالب بهت بگم، اولی که میخواستم پیج رو تغییر بدم از حالت بیزینسی بیارم به همین حالت اینفلوئنسری، همش به سروش میگفتم که من چی تو پیج باشه، فان باشه، آموزشی باشه. از همون اول گرفت؟ یعنی شدی اومد بالا؟ از همون اول اومد بالا. ببین من زمانی که اعلام کردم که پیجم بسته شده بود، چون من 5 ماه یهو رفتم دیگه، یهو پلیس پیج رو گرفت. زمانی که هاپو کم داشتیم. آره مرسی که باق زد. و زمانی که فهمیدم که مثلا تو پیج اعلام کردم که به چه دلیل بود، یه دفعه 6000 نفر منو همون شب آنفالو کردن از ترسشون یا هر چی.
خب یعنی من 86 کا بودم. یه لحظه وایسا، تو اومدی کانادا و یه پیج رو از صفر ساختی؟ نه همون پیج بود. 86 کا بود اون پیجه. اوه مزونه 86 کا بود. مزونم 86 کا بود. میگم 3000 تا مشتری فعال داشتم. آها من فکر کردم اینجوری میگی یعنی مثلا 3-4 هزار تا فالوور داشتی. 86,000 تا فالوور داشتم و فالوور فعال. و من همینجا مثلا یه دفعه آدما رو میرم مثلا میگم ما ایران از تو خرید کرده بودیم. خیلی چرا من نمیشناختم دیگه سعادت نداشتی. روسانا گالری. روسانا شاید خیلی سبک مثلا لباساش خانومانه بود، خیلی دختر پسند و اینا نبود اصلا. بازار هدف من خانومانه بود. آره. بعد 86 همون شبی که اعلام کردم که چه بر من گذشته این چند ماه، منو 6000 نفر آنفالو کردن. اصلا من اینجا بودم نمیدونم از چی ترسیدم، منو 6000 نفر آنفالو کردن. بعد شروع کردم پستای مهاجرتی درست کردم و میگم چون خیلی اون موقع من خیلی بیست از 80 بوده. آره بیسم از 80 بوده. اصلا من هنوز دارم خودم پاره میکنم میره بالا میاد پایین. من 86 بودم بعد 2 ماه نبودم. رو 80 یه مدت گیر میکنیم. میاد از 6000 تا رفتن 80 الان 79.9 80 میشه، دوباره میشه 79.9 80 میشه. اصلا میره رو مخ. بابا ول بمون دیگه. نه منم تو این 2 سال فکر کنم نزدیک 50,000 تا رفت روم دیگه، از 80,000 تا 50,000. خب چیزی نه 2023 2 سال گذشته. خب آره ولی خب میتونه سرعت رشد من خیلی بیشتر باشه، ولی یه جاهایی مثلا یه وقتایی دل سرد میشدم و اینا. آره. یه دفعه فعالیت نمی‌کردم. بعد همه حرفم این بودش که همیشه فکر میکردم باید توی پیجم یه هدفی داشته باشم و فکر میکردم مثلا پستایی که میذارم هیچ هدفی ندارم و صرفا دارم میذارم. یه روزی به خودم اومدم که دوره همی گرفتم و 100 نفر آدم تو اون دوره همی اومدن که پستش هم هست و فهمیدم هدف من اصلا همین بوده که به این همه آدم کمک بکنم که مثلا از تنهایی در بیام، مسیرشون رو پیدا کنم، یه امیدی بهشون بدم. چون من معمولا ناله کردن نیستم تو پیج. فالوورات خیلی هم چیزن، یعنی بهت اعتماد دارن. اینجوری کن. چرا اینطوری کردم؟ چرا اینطوری نکردم؟ الانم زدم به بلنگومو میذارم. میکروفون بلنگو. همیشه اینا رو اشتباه میکردن یه زمانی. آره اشکال نداره. آره تو خیلی چیزم هستی، مثلا هر چیزی رو که ساینا میاد میگه واقعا آنست اپینینه. مثلا آدم میگه که من یادم یه بار استیک خریده بود از کجا بود؟ والمارت بود؟ نه سوپر استور بود. آره بعد خیلی تعریفشو کرده بود و اینا. من سریع رفتم ازش پرسیدم این کجاست، بعد نگو اصلا تخمشو ملخ خورده. یعنی همه ایرانیایی که داشتن ساینا رو اینجا رفته بودن خرید کرده بودن و تموم شده بود یه مدت. آره دیگه خودم رفتم بگیرم. اینقدر خوب بود منم گرفتم. خیلی خوب. یارو بهم گفتش که من نمیدونم چی شده تازگی ایرانی این گوشت رو خیلی دوست دارن. زن چینی بود. سگش مثل رمیه، عین رمیه. آره بابا ما مثلا خونمونه اینجا، برو خودمون نیاریم که اینجا. ولی گفتیم دیگه کجا این پارتی. شاید یه نفر از اپیزود سالن اجتماعات در اپیزود قبل، ولی خب میگن بهش آره دیگه. آره سالن اجتماعات تو ایران میگفتن سالن اجتماعات، اینجا پارتی رومه. خب تو چطوری توی این مسیر خیلی اتفاقی. من مثلا یه پیج شخصی داشتم اون که هیچ. بعد اینجا که بودم گفتم بذار یه دونه حالا پیج پابلیک باز کنم، هر کاری که میکنم و بذارم. دیدیم مثلا میگن این کارو کردم شد نشد میریم بلاگر میشیم. آره داشتم اون فکر رو میکردم. من همیشه تو فکرم بود که بالاخره یه بیزنس آنلاینی داشته باشم، ولی خیلی هم کارا رو امتحان کردم، اینم یکیش بود. خلاصه هیچی، هر ورزش میکردم، غذا مثلا سالم رسپیشو میذاشتم یا درست میکردم، نوشیدنی همینطور، همین در حد چیزای روزمره. بعد دیگه یه بار یه چیز خیلی وایرال شده بود مال همون دختر نیکگاد که نمیدونم، من نمیتونم هم روزی 8 لیوان آب بخورم، هم به خودم به پوستم برسم، هم 8 ساعت بخوابم، هم اتاقمو تمیز کنم، فلان در توان من نیست، حفظ نیستم الان. خلاص اینو همه داشتن داب اسمشش رو میرفتن. بعد منم همینجوری از باشگاه اومده بودم، له خسته رو تخت خوابیده بودم، گفتم بذار مثلا امتحان کنم ببینم همینجوری خودم چجوری میتونم تون حرف بزنم. میتونه خیلی تون حرف میزد. آره. از خودم فیلم گرفتم، اینجوری لمم داده بودم به بالش و اینا. بعد هیچی اینو گرفتم، بعد از چند تا برداشت درست شد، مثلا 3-4 تا.
بعد خودم حال کردم و گفتم حالا من که همه چی گذاشتم بذار اینم همینجوری امتحانی بذاریم ببینیم چی میشه. گذاشتم ببین خب همه فامیلا و دوستا و اینا بودن دیگه مثلا قبل مثلا 300 400 تا من چیز داشتم. گذاشتم یه دفعه این دختر عمه‌های من شروع کردن حمایت کردن. یکیشون که اصلا هانیه قربونش برم از اینجا میبوسمت فدات شم، اون باعث شد واقعا منو پوش کرد. اون همینطور، خواهرم هم مثلا خوششون من خیلی خیلی لطف داشتن به من. بعد هی گفتن که هر چی دیگه از اون به بعد میذاشتن گفتن اینا رو ولش کن. هانی مخصوصا میگفتش که داب اسمش بذار. هیچی، منم میگشتم پیدا میکردم میذاشتم. اوایلش مثلا خب خیلی حالا بیشتر دیده میشد ولی حالا اونقدر نبود، یعنی من همون قد 300 400 بودم، یعنی فالوور زیادی نداشتم. بعد یه دونش یه دفعه رفت تو اکسپلور، یه دونه از اینا آره رفت تو اکسپلور و یه دفعه من در عرض 3-4 روز از مثلا 300 400 تا شدم 1000، بعد شد 1000 و دی اصلا واسه خب کسی که تا حالا پیج پابلیک نشه یه چیز دیگه. آره یه حس خیلی خوبه. بعد اون موقع سفرم داشتیم میرفتیم با خواهرم، بعد مثلا چقدر 12-13 سال خواهرمو ندیده بودم. اونم تو اون سفر میدید که چجوری این داره میره بالا. شد 2000 نمیدونم شد 3000 همینجوری داشت میرفت بالا. بعد من تو سفرم داشتم ریل درست میکردم، یه آدرنالینی تولید میشه که هی دوست داری ادامهش بدی، هی دوست داری فلان کنی. خلاصه همینجوری هی از اون موقع به بعد دیگه شد روند چیزم مثلا شد فان. و چطور این ویدیوها رو پیدا میکنی؟ چون ویدیویی که پیدا میکنی خیلی یونیکه. ببین یونیکه، شاید من خودم آدمیم که خیلی به نکات عمیق میخندم. خب از نظر خودم، یعنی شاید اصلا توی جمع یه چیزی اتفاق بیفته که هیچکی متوجه نشه ولی مثلا من بفهمم یارو یه چیزی ریز گفت قش میخندم. خب چون میدونم تش چیه. یه همچین چیزایی مثلا چیزی که خودمو میخندونه اونا رو انتخاب میکنم که اون نکته ریز عمیقه رو انگار مثلا میفهمم چیه، حالا یا خودمو میخندونه. این مهمه دیگه، خب خودم هم باید حال کنم. آره. دیگه اون فیشال اکسپرشن هم میاد توش و میمیک صورت و یه موجودی تومه، کلا یه کاراکتر کارتونی از بچگی تو من هست. یه موجودی تو من خیلی دوست داشتم ولی هست دیگه، یه چیزی زندگی میکنه تو من که من اون حالت چهره رو میتونم مثلا مثل چی بگم بدون کلام میتونم یه سری حالت ها رو نشون بدم که اون ادغامش با دابسمش خب خیلی اونو واقعیش میکنه، جالبش میکنه. یه چیزایی هم انتخاب میکنی که مثلا من اصلا ندیدم بقیه انتخاب کنم. مثلا اونی بودش که آدم مثلا یه دونه انتخاب کرده بود که طرف داره یه جایی رو پاک میکنه، بعد مثلا میگه من 3 روزه با یکی حرف زدم، بعد مثلا صداش انگار یادش رفته، بعد هی صداشو تمرین میکنه. و من خیلی اینطوری شدم. ببین خب همینه دیگه، تو هر نیشی که هستی، تو هر چیزی که فعالیت میکنی توی سوشال میدیا، اگه بتونی اون حس همزاد پنداری رو تو مخاطب زنده کنی، همون باعث میشه که همه بیان حالا یا یه ریاکشن نشون بدن، ریاکت کنن، بخندن، بگن منم همینطور، یا مثلا بفرستن واسه که دوستاشون که خودشون یه زمانی بحث میکردن راجع به این قضیه. اون حس همزاد پنداری هست، چون میدونم اینا هست و ما هیچ وقت بهش فکر نمی‌کنیم. ولی آدمایی که باهوشن میتونن این موضوع رو پیدا کنن. خب من باهوشم، ایستاده میتونم برات دست بزنم. تو رو خدا بانش بانش یا خواهش میکنم. ولی دقت کنی مثلا وای اینو برات بگم، ببین تا حالا شده به یه چیزی فکر بکنی بعد تو اکسپلورت برات بیاد اصلا فکر کردی داره این اتفاق واسه من میفته؟ من راجع به این پست درست کردم اون مثلا همون 1-2 سال پیش و خیلی وایرال شد. ببین بعضی چیزا رو اصلا نمیگی، ببین مثلا فکر میکنی بهش، اصلا حرف هم نمیزنی. بعد تمام اکسپلورت مثلا پره، وحشتناکه. مثلا وحشتناکه. فکر باز میگی، ببین حرف میگی که حالا سیری و اینا میشنون و مثلا حالا ولی فکر رو چه شکلی میفهمن؟ فکر رو که دیگه چیپی زده. الان میچسبونیم واکسن ها که زدیم اونا دیدی میگفتن چیزی تو واکسن هاست ما رو بعدن رصد میکنن. اعتقاد داری به این؟ من که 2 دوز زدم. منم 2 دوز. بلش کن اینا رو. آره حالا پشیمون هستی از پیج داشتن یا نه؟ نه من خیلی دوستش دارم. میگم دیدی که بعضی وقتا میرم یه دفعه 2 هفته نیستم. آره یه دفعه میرم تو غار حرا، بعد میام بیرون
میرم مثلا میگم سنخیت نداره این چیزای مثلا مدیتیشن و ورزش و خواب به موقع و نمیدونم اینا که میکنی آرامشی که داری لذت هم میبری از زندگیت. مثلا میای از سر کار با یوتیوب این کارو نکنی یا هر هفته یوتیوب هر هفته ما براتون ویدیو میذاریم، هر هفته اصلا یه برنامه ثابته این قضیه. نه اصلا دلم تنگ میشه، باورت نمیشه. ولی من امروز که قرار بود ویدیو بگیریم تو نمیدونی، یعنی من تمام امروز و تمام حرف بقیه رو داشتم تحمل میکردم که شب بیام بشینم روی این دوتا صندلی، یعنی روی یکیشم تو بشینی با هم چای بخوری. نمیدونم چرا انقدر زود بهش عادت کردم، با اینکه دومیه. چون حرف میزنیم. من حالت عادی، علیرضا که حرف نمیزنه تو خونه. آقایون کلا حرف نمیزنن. آخه سروش خیلی حرف میزنه. میزنه؟ نه. آها نه دیگه. چرا دو سر به سرم میذاری؟ نمیزنن. خب واسه همین یعنی چرا موضوع خاصی پیش بیاد حرف میزنن، ولی در کل که خونه سکوته. واسه همین بعضیا بچه دار میشن که خونهشون صدا بیاد، ولی من به خاطر اون بچه دار نمیشم. یوتیوب باز کردی؟ آره دیگه. گفتی بیا بشینی با من بشینیم حرف بزنیم. خیلی کار خوبی کردی. آره دوست دارم. نه من خودم هم زیاد چیز نیستم که مثلا، یعنی نمیدونم شاید کمال همنشین منم مثل خودش کرده اصلا حرف نمیزنم، ولی خب دوست دارم که یه سری مسائل خیلی حال کردم با اپیزود قبلی. واقعا منم دلم تنگ شد. من خیلی دوست داشتم. خب ببینم جلسه پیش گفتیم راجع به خیانت میخوایم صحبت کنیم. آره ببین داستان داری واسمون؟ آره یه داستان خیلی عجیب میخوام براتون تعریف بکنم که وقتی اینو شنیدم اینطوری بودم که خب من یه چیز کلی گفتیم. آره مثلا یه چیز کلی براش گفتم، الان برای شما میگم، ولی وقتی اینو شنیدم اینطوری بودم که رفتار درست چیه و انقدر سیچویشن عجیبیه که پس یعنی بر اساس داستان واقعی الان داریم میریم جلو. این بر اساس داستان واقعیه. ببین دوستم از ایران زنگ زد، گفت تو اکیپی که هستن فکر کنم مثلا چند تا زن و شوهر با هم دوستن، مثلا 3-4 تا زن و شوهرن که با هم دیگه خیلی صمیمیان. خب 4 تا از این زن و شوهرها که یعنی 2 تا کاپل خیلی بیشتر با هم صمیمیان. خب و زن یکی داره با مرد اون یکی با همن. میدونم اصلا خیلی عجیبه ولی و این ادامه داره و انقدر زنا با هم صمیمیان که امکان نداره که انقدر فکر کنه که همچین چیزی هست. و این دوست من که نفرش 5م 6مه. کجا مطمئنه؟ حالا به یه نشونه هایی دیده، معها مطمئنه که داره به من میگه دیگه. خب یعنی یه نفر سوم این نشونه ها رو دیده ولی پارتنراشون ندیدن این نشونه ها رو؟ نه چون دارم میگم دیگه، چون انقدر صمیمیان فکرشو نمیکنه. و این دوست من خب نمیدونه که بره بگه یا نگه. من بهش گفتم نگو. به خاطر این چی؟ تو گفتی نگو؟ آره دلیلشو الان بهت میگم. صمیمیان خیلی؟ آره. نه یعنی این دوست کسی باورش نمیکنه در این انقدر با همونا صمیمیان و من احساس میکنم که اون زنه هستش که داره خیانت میکنه با شوهر اون یکی. خب حتی من یعنی طبق حرفایی که میزنم من حتی فکر میکنم این زنه که خیانتکاره میره به اون زنه میگه که این دوست من مثلا برای شوهر سوسه میاد یا یه چیز این مدلی، یعنی زیرا به این دختره رو میزنه. میدونی چی بهت میگم؟ مگه بو برده که فهمیده؟ نمیدونم، یعنی اون دوستم مطمئن نیستش. شاید هم حساسه مثلا. شاید هم حساسه روی یه زن سومی، یعنی انقدر دیگه شرایط عجیب غریبه. من گفتم نگه. چرا گفتم نگه؟ به خاطر اینکه معمولا وقتی تو توی یه اکیپ اینطوری همچین چیزی رو میفهمی، تازه اگه اینطوری بودش داستان که مثلا توی یه اکیپ بودن یکیشون داشت خیانت میکرد با یه آدم خارج از اکیپ، تو میرفتی میگفتی همه تو رو از اکیپ مینداختن بیرون، کسی حرفتو باور نمیکنه. یا اگه باور کنن نمیدونم چرا همیشه با اون کسی که فهمیده حقیقتو همه بد میشن. خب این که دیگه شرایط سخت‌تریه به نظر من، یعنی اینطوریه که یکی از زنا با یکی از مردای همون اکیپ با هم. وای چقدر کثیف. حالا کثیفیشو من کاری ندارم ولی برای من خیلی جالبه. حالا من این سوالو از یه سری دیگه دوستامم مثلا کثیفیشو نمیدونی؟
یعنی کثیف نیست؟ چرا کثیف هست، ولی من باشم نمیگم. ببین من همیشه خودم به دوستای صمیم، اگه واقعا اونام صمیمیان، نمیدونم در چه صمیمیت دارن، من همیشه به دوستای صمیمیم گفتم اگر یه همچین شرایطی پیش اومد که شما فهمیدین راجع به پارتنر من، مثلا حالا به هر روشی، اگر به من نگین به من خیانت کردین، بگین، من خودم تصمیم میگیرم باور کنم، باور نکنم، تحقیق بیشتر بکنم، نکنم، خودم تصمیم بگیرم ببخشم، نبخشم، همه اینا با منه. ولی اگه به من نگی تو خیانت کردی به عنوان دوست صمیمی من. خب یه ساید دیگه این قضیه داره که من قبلا دیدم ترانه. میدونم که بوده که طرف یعنی یارو طرد شه. نه اونش چی؟ مورد بوده طرف رفته گفته و زن یارو میدونسته شوهرش داره بهش خیانت میکنه و قبول کرده بوده پیش خودش، ولی دوست نداشته بقیه این موضوع رو بدونن و علنی بشه. تو دل خودش خیانت رو پذیرفته بوده ولی دوست داشته روش سرپوش بذاره. زمانی که یه نفر دیگه اومده اینو گفته دیگه میگه میدونم. نه دیگه گذاشته دخترکم، چون دوست نداشته کسی راجع به شوهرش اینو بدونه. دوست نداشته این پیام بشه. اونطوری دوربین رو نگاه نکن، منم دوربین رو نگاه میکنم. ولی من به این نتیجه رسیدم که شاید یه وقتای خیانت رو واقعا نباید گفت. به این نتیجه هم رسیدی؟ خیلی عالی شد. من میگم آخه من ته پیازم سر پیازم، من برای چی خودم رو خراب بکنم؟ البته درسته. که اون رابطه اون اکیپ مثلا کلا اکیپ سمیه. من همینو میگم. ببین من اگه از همچین چیزی اطلاع داشته باشم، اگه واقعا اکیپ صمیمی باشیم، اصلا حالم بد میشه تو اون اکیپ ببینم دوست صمیمی خودم مثلا داره یه دختر دیگه‌ای که اونم دوست صمیمیمونه داره مثل مار افعی باش مثلا دوستی میکنه، اینجوریه جلوش، بعد پشتش داره با شوهر یارو اصلا نمیتونم اصلا باشم خیلی اونجا. اصلا من حاضرم بگم برم. من نمیگم. یعنی به اون دوستی که صمیمی تره بگم که آقا حواست، اصلا نمیگم به حرف من اعتماد کن، ولی حواست باشه من یه همچین نشونه هایی دیدم، خودت تصمیم با خودت، اصلا خودت مطمئن شو، به حرف من اصلا اتکا نکن، ولی من نمیتونم اینو ببینم، اصلا من میرم از اکی. یعنی من دوست بدیم اگه نگم؟ نه لزوما، چیز خودته، ولی من اون رو دوست دیگه حساب نمیکنم اگه به من نگه. من بهش گفتم نگه. نظر تو خب تو هم تجربیات بالاخره یه تجربیاتی داشتی تو اکیپ. به نظرم به خاطر اینه که در هر حال شاید هم اصلا میدونم، مگه میشه ندونم، شاید هم باورشون نمیشه. ندونم. ولی واقعا یکی از مدل‌های اصلا خیلی کثیفه. میدونی به قول تو اگه طرف خارج از اون اکیپ باشه، حالا یه چیزی اصلا مجرد باشه، چه زن چه مرد، اون نفر سومه، یه چیزی، حالا نه که یه چیزی، اصلا چیزی قابل توجیه نیست، ولی منظور از لحاظ کثیفی داستان میاره پایین، لول کثیفیشو. اما بعدم به بچه‌ها این چیزا ما داریم هی میگیم کثیف فلان، ولی واقعا آدم جای طرف نیست. آره. اما هیچ توجیهی نداره خیانت خدایی. من همیشه مثلا میگم آدم اگر به اون حد رسیده که تو زندگی خودش حالا واقعا دیگه چیزی نداره، پاچم گیر کرد، بگه بره، بعد هر کاری میخواد بکنه. حتی خیلی هم نمیتونن، خیلی ها وابستن، خیلی ها به خاطر اینو میخواستم بگم. 2 نفری که داره بهشون خیانت میشه 2 نفر ضعیف اون رابطه هن. 2 نفر قویای اون رابطه آلفا دارن با همن و به ضعیفا خیانت میکنن. اینم هست. چه جریان پیچیده‌ای. اصلا تو خیانت رو به چی میدونی؟ مثلا خیانت تلفن حرف زدن خیانته؟ مسیج دادن خیانته؟ به کی؟ به یه نفر، به یه پسری، مثلا زن به مرد یا مرد به زن. میخوام ببینم خیانت رو فقط به این میدونی که یه نفر بره با یکی بخوابه مثلا؟ بخوابه، یا خیانت رو؟ نه لزوما اون نیست. ببین خیانت که به نظرم از درون آدم میاد. خب یعنی اول از اونجا شروع میشه. اگر خودت آگاه باشی متوجه میشی.
یعنی لزوما پارتنر تو اون مرحله متوجه نمیشه. خب اول یعنی خودت میفهمی. اول خودت میفهمی که ذهنی داری چیکار، کجا میری اصلا. خب یعنی دلت میلرزه واسه یه سری مسائل دیگه، یه آدمای دیگه. اول خودت متوجه میشی، بعد کم کم اینا که وارده، یعنی به عمل رسونده میشه، کم کم تو حرکاتت میاد، تو زندگیت میاد، تو انتخابات میاد، کم کم تازه پارتنرت متوجه میشه. خب که دیگه دارین جدا میشین از هم از لحاظ فکری. به نظر من اونجایی که پارتنرت متوجه میشه خودت هم خواستی متوجه بشه. نه لزوما منظورم این نیست که کس خاصی باشه که تو بری خیانت کنی. نه، مثلا میگم انگار دلت مثلا آدمی هستی که تفریح نکردی تو جوونی، شیطونی نکردی یا هر چیز دیگه ای، بعد از یه مدت که یه دفعه ذهنت میره، مثلا واسه خودت رویا پردازی میکنی، خب بعد فکرای چیز میاد تو ذهنت، مثلا دوست داری یه کاری رو امتحان بکنی، بعد کم کم تو چیزت میاد، توی رفتارت نشون داده میشه. مثلا یه دفعه تو اصلا اهل، مثلا میگم چون مهمونی رفتن نبودی اونقدر این سالایی که با هم زندگی کردین، یا کلاب رفتن نبودی، بار رفتن اهلش نبودی، یه دفعه مثلا میگی پاشین بریم بار، پاشین بریم فلان، میدونی یه دفعه اصلا عوض میشی، یه دفعه تغییر میکنی. یا مرده همینطور، یه دفعه مثلا میگه بریم کازینو، یک کاره، یا مثلا بریم کلاب، یک کاره. یعنی چه ربطی داره؟ یه چیزی نبوده یه دفعه میاد تو. حالا کازینو رو یه چیزی گفتم کلاب، مثلا بریم کلاب، اصرار بعد میری یه دفعه میبینی اصلا رفتار بدمست میشه یارو، مثلا با همه میگه، میخنده، میرقصه. تو یعنی به اونم خیانت میگی؟ نه، اینا نشونه های خیانت، نشونه های ابتدایی به نظر من عوض شدن یه آدمی که دوست داره حالا یه کاری رو بکنه که بعداً به خیانت منجر میشه. لزوما این نیست. من دارم میگم اول از درون شروع میشه، بعد به رفتار بیرون میزنه. آره شاید. ولی خب خیلی وقتام بوده طرف درون نفهمیده، یعنی نشونه ای از بیرونی نداشته که مثلا اصلا خیلی شرط ولی یه دفعه خودشو پیدا کرده که دیده داره خیانت میکنه. یعنی نفهمیده قبلش. ببین ناخواسته توی اون مسیر قرار گرفته و اولش شاید فکر نمی‌کرده خیانته. اولش شاید فکر می‌کرده فقط یه مسیج، یه حرفه، بعد یه دفعه چششو باز کرده دیده از شوخی جدی شده و احساس پیدا کرده و اون موقع است که دیگه براش همه چی رنگش عوض شده. یعنی میگم لزوما اینطوری نیست هر کم بخواد خیانت کنه یه دفعه نشونه‌های بیرونی از خودش نشون بده. آخه نمیدونم، شاید من احساسم اینجوریه، آدم خودش میدونه حدش چقدره. مثلا داره اگرم با یکی حالا من نمیدونم اون یکی یعنی چی اصلا الکی لزوما با کی باید چت کرد، ولی اگر دوسته که دوسته، یعنی مثلا شوهر دوستته، به خاطر سر یه موضوعی آدم یه چیزی میگه تمامش میره. نه، حدش آدم یعنی خودش میفهمه. من نمیفهمم یعنی چی. مثلا یارو هی چت میکنی back and forth، بعد چی یه دفعه احساسی میشه. آره دیگه، یعنی متوجه نیستی که داره کجا میره. از قبلش بالاخره آدم متوجه میشه که زیادی داریم مسیج میزنیم، مثلا این نباید باشه، مگه اینکه خودت در درون دلت بخواد. میشه میگم که ادامه بدی. آره وگرنه اگه اصلا واسه چیزه یعنی چی استاپ بسه، یا بحث رو عوض میکنی یا مثلا خیلی سیچویشن عجیبیه به نظر من. یعنی مثلا من روزی که بهم گفت و متوجه شدم باورتون نمیشه. یعنی مثلا اینطوری بودم که یعنی چی اصلا؟ یادت اون روز مثلا با هم حرف می‌زدیم، مثلا یکم گنگ بودم، کلی گفتم به من که اصلا اینطوری بودم که اصلا اینقدر پیچیده بود من نفهمیدم. گفتم حالا اتفاقا بحث خوبیه که بذارش. خودشم در اپیزود قبل گفت میخوام راجع به خیانت حرف بزنم، مثلا یادم رفته بود اونو. آخه واقعا دوست داشتم نظر بقیه رو بدونم. بعضی وقتا ببین تو مثلا با یه دایره آدم‌هایی در ارتباطی و نظرشون رو میدونی که مثل تو فکر میکنن، چون دوستت معمولا مثل توه، مثل تو فکر میکنن، مثل تو رفتار میکنن، خط فکریشون دقیقاً یه چیزه. ولی خب وقتی یه همچین مسئله‌ای رو خیلی عام‌تر بیان میکنی، آدمایی که خط فکری تو رو هم ندارن یا نظر میدن
میدونی چی میگم؟ آره یه موضوعیه که و خب آدم میبینه که چه شکلیه. آره. برامون بنویسید که اگر شما بودین خدایی نکرده آره اکیپ بودین دوست داشتید که اولا که میگفتید یا نه، دو به عنوان کسی که داره بهش خیانت میشه دوست داشتین بهتون بگن یا نه؟ آره من دوست داشتم آقا از همین تریبون ولی من نمیگم حالا بگردم واسه علیرضا. نه منظور حالا کلی اصلا من علیرضا نوعی. آره منظورم علیرضا نیست کلا، یعنی امروز خیلی فضا سنگین شد دیگه. بیا بزنیم به چرت و پرت دیگه. بزنیم چرت و پرت. دیگه چه خبر؟ دیگه هیچی خبر مبر چیزی نخوندی وایرال شده باشه؟ نه ولی میتونم 3 تا خاطره خنده‌دار از اون زمان که پیج داشتم کارم لباس بوده بگم. ببین بچه‌ها هیچ وقت عکس لختتون رو برای سایز گرفتن برای هیچ پیجی نفرستین. شاید ادمینش مرد باشه. من و سروش خب با هم کار میکردیم. بعد خب عکس ببین لخت فرستادن؟ نه بلد نبود دور سینه‌ش رو اندازه بگیره. خب آدم میخواد لباس بخره دور سینه‌ش رو با لباس زیر اندازه میگیره دیگه. این بدون لباس زیر اندازه میگیره. بعد من میفهمیدم اندازه من چرا گرفته که پوسته. بعد هی میگفت اینجا اونجا، هی من میگفتم که نه اونجا رو باید بگیری اینطوری اونطوری مثلا اینطوری. بعد یهویی عکس فرستاد از خودش این ریختی که مثلا این متر رو درست گرفتم. بعد این عکس رو کاش میفرستاد توی دایرکت، فرستاد برای شماره واتساپمون که شماره واتساپ سفارش دست سروش بود و سروش بود خانومه جوان بود. آها خب شاید آره یکیش این بود مسئله داشته. یا برای کمر میگفتم که مثلا برای دور کمر شلوار کلاس آموزشی براتون گذاشتم، برای دور کمر شلوار میخوایم آنلاین خرید کنیم بعد 4 انگشت بالای ناف رو اندازه بگیریم. بالا تو نشون بده الان میگم 4 انگشت بالای ناف دیگه اینجاست. آفرین. طرف واسه من نوشته بود بالا به سمت گردن یا بالا به سمت پایین. بعد من اینطوری بودم که چطوری بالا رو به سمت پایین حساب. بعدش نوشته بود یا مثلا انگشتشو گذاشته بود میگفت منظورتون اینه 4 انگشت. گفتم عزیزم این اگه منظورتونه این بندم 3 تا بند داره، یعنی اگه بخوای 4 تا در نظر بگیری میشه این. من موردای این مدل خیلی زیاد داشتم. واقعا میگی؟ آره یکی در اینی که همه میگن اینجا دوباره کار لباس شروع کن، من میگم تو رو خدا ولم کنید همینه. اصلا خیلی دنگ و فنگ داره لباس. آره. یا یه بار یکی ساعت 2 نصف شب به هم دایرکت داد که من الان حالم بده. گفتم که چی شده؟ گفتش که من و همسرم از یک واکسن زدیم، اون پاتن داره من ندارم. اوایل کرونا بود. ساعت 2 نصف شب. ساعت 2 نصف شب. بعد به من چرا اصلا داشت میگفت ببین چقدر طرف حالش بد بود. بعد من شروع کردم باش حرف زدن. اینو یه فکر مگه تو چند سالت هست داری من نصیحت میکنی؟ رید به درست خودش ریچ اوت کرده بود بعد خودش هم این آدم یه بار دیگه هم سری قیمت نمیدونم سری یه چیزی به من مسیج داد گرون فروش یه چیزی اینطوری. بعد من شروع کردم براش توضیح دادن و اینا. یافه اینطوری کرد من دارم با شوهرم بهت میخندیم تو هرس میخوری. خب روانی بود. اینو باید از بلاکش کردم بعد از اون. آفرین. آره ولی از این کیسا مثلا یکی دیگه بود یه بار فوش کشید بهم و بعد من خیلی مشتری مدار بودم. من حتی تعویض و مرجوع هم داشتم اون زمانی که تعویض و مرجوع اصلا مد نبود توی ایران، یعنی جز اولین پیج من داشتم. من تا اواخر مثلا من بودم. من برای شهرستانم میفرستادم اگه لباس براش خوب نبود تعویض و مرجوع میکردم. بعد فوش کشید بهم. درست. بعد فرداش ازم خرید کرد. اینقدر مشتری اینطوری داشتن. هرچی که داریم سنمون میره بالاتر توجه کردی نمیدونم حالا تو به این چیزا فکر میکنی یا نه ولی آدما یه جوری نشدن. نه آدما یه جوری نشدن. هرچی سنت اینه که من دارم اینو میگم ما بچه بودیم دوستای صمیمیمون باز هم خیلی اختلافات داشتیم از لحاظ روحیات و اخلاقیات ولی انگار نمیدیدیم اونا رو، با هم دیگه دیل میکردیم، خیلی هم صمیمی بودیم، مثلا اهمیت نداشت اون اختلافا. خب
مثلا تو روحیت یه جور دیگه بود، مثلا من روحیم یه جور دیگه بود، ولی با هم دوست صمیمی بودیم، اوکی هم بودیم، خیلی هم حال می‌کردیم، قبول کرده بودیم، اکسپتنس بالاتری داشتیم، نمیدونم چه جوری بهت بگم، پذیرش بالاتری پذیرش بالاتری داشتیم نسبت به اختلافای مثلا همدیگه، حالا اختلافات روحی و اینا. ولی هر چقدر سنت میره بالاتر اون اختلافا اول میاد جلو چشت، بعد اصلا انتخاب نمیکنی، یعنی سعی میکنی نزدیک نشی چون حوصله نداری که اونو تحمل کنی یا نادیدش بگیری. چون وقتی سنت کمه دغدغه‌های زندگیت کمتره، میگه حالا یه آدمی هم دیوونه است 2 ساعت تحملش میکنم. سنت میره بالاتر، حالا میدونم من خیلی اختلافای کم، آره میدونم، ولی سنت میره بالا انقدر دغدغه داری دیگه، دیوونه بازی یکی رو نمیتونی تحمل کنی. خب آخه اینجوری هیچ وقت دیگه دوست صمیمی نداری. برای همینه هیچ وقت برگشتیم به موضوع اپیزود قبل، برای همینه که آدما بعد 30 سالگی روابطشون خیلی محدود میشه. من الان دوست صمیمی اول علیرضاست، بعدم ساینا. دارم دوست خوب زیاد دارم. منم دوست خوب زیاد دارم، ولی دوست صمیمی هم دارم. چیزم میخواستم بگم، ببخشید واسه طرف shout out to سما واقعا که حالا اون تولد گرفته شد و ما با شما آشنا شدیم و کلا هر اپیزود داریم روی این تاکید میکنیم. حالا شاید سما رو هم یه روز آوردیم توی یکی از اپیزودا اینجا سما و پویا رو باشون حرف زدیم. آره دوستای باحال داشتم باشون قبلا. آره حتما، ولی دوست دارم که باشه خودش. بشینیم ما هم دیگه چای بخوریم، حرف بزنیم. آره خلاصه که فکر کنم دیگه به پایان رسید این دفتر. حکایت همچنان باقی است. جمله پیدا کردی واسه آخر ویدیومون؟ تا چای بعد دیگه گفتم دیگه، من تا چای بعد بدرود، تا چای بعد بدرود. بدرودم چیز میشه؟ آره دیگه بدرود. نه یکم میدونی دوست دارم مثلا یه سری جملاتی بگیم که در راستای شخصیتمون باشه. ولی این اپیزود خدا رو شکر یعنی اتفاق عجیبی نیفتاد. مثلا دیگه از اول چرا خاموش رفتیم دیگه چیز آره یه سگی هاپ کرد و نه اون سگه دیگه به نظرم برای اپیزود 2 لازمه اصلا لازم بود. آره. برای اپیزود نورمون هم دیدید سبزه، چون تممون سبز بود نورمون هم سبز بود، ولی با عشق دیزاین. من چرا زبونم داره میره. مال زندگی کاناداییه. منم که همه چی میبندم به زندگی کانادایی. زندگی کانادایی همون مثل ایرانه زندگیمون. منم میرفتم از صبح تا شب سر کار اونجا، ولی تایم اینجا خیلی زود میگذره. آره اصلا این مثل یه مستند هست راجبش. آره یه واقعیته، مثلا که یعنی چیزی نیستش که یه واقعیته و همین. من بدو گربه وارد دیسمبر هم شدیم. خوشحالم. نزدیک کریسمسه. 2 هفته دیگه 2 هفته دیگه کریسمسه. من نظرم اینه که روز کریسمس هم برای هم کادو بگیریم هم بازی کنیم. میتونی؟ آره. نظرتون چیه؟ یکم میخوایم بازی مازی هم بیاریم توی کار. آره حتما. خیلی کارا داریم که ایده ها داریم که بعداً، ولی میخوایم اول با هم دیگه این قضیه رو خیلی، یعنی اینو ثابت داشته باشیم. خیلی چون دوست دارم که راجع به موضوعات مختلف هم نظر شماها رو بدونیم، هم خودمون. حالا نه که نظرات ما اصلا درسته ها، نه، ولی برای ما هم یه نگرش به اون مسئله است دیگه. آدم نشستیم 2 تا دوست داریم من حرف میزنیم. صرفاً هر چی ما میگیم قرار نیستش که ما خیلی عاقل باشیم و درست باشه نظراتمون. اگه شما هم چیزی سوالی دارین، چیزی میخواین بدونین، حتما بر ما کامنت بذارین. لایک، سابسکرایب یتون نره. گفتی ساب بگی. باحال‌تر باشین. ساب خیلی مال بچه‌های مثلا چیز جنزیه. چی؟ ما الان پیر شدیم. پیری؟ اوکی بچه‌ها لطفاً خواهشاً سابسکرایب کنید، لایک شیر برای همه دوستاتون انجام بدید و تو زندگیتون اینفلوئنسر باشین، بلاگر نباشین. من از این بعد میخوام یه پیام اخلاقی آخرش بگم. از این بعد تو زندگیتون ببین حالا باز ادامه میدیم، ولی اینفلوئنسر تو هر چیزی اصلا یعنی نباید قصدشو بکنی که اینفلوئنسر باشی. خودت اصلا اگر ببین تو توت بود، تو صادقانه
تو این صداقتت درونت بود، همیشه دوست داشتی اینو بریزی بیرون و همین باعث شد که همه بهت اعتماد کنن. اگه زور بزنی که مثلا یه چیزی رو بگی خوبه یا بده، میفهمن مردم واقعا. اصلا کلا مردم که خیلی باهوش شدن به شدت. درسته. یعنی خودت باید باشی دیگه، خودت باید باشی هر چیزی. تو اصلا مثلا ممکنه سبک زندگیت اینفلوئنس باش، چی میگن، یعنی تاثیرگذار باشه، کاریزماتیک باشی که اینفلوئنسر باشی. نه منظورم اینه که تو ممکنه سبک اصلا حرفم دیدی نزنی. فقط میخوان کلمات مثلا خاص بگن، یعنی باید کاریزماتیک باشی که اینفلوئنسر باشی. نه مثلا باید که حتی شده حرفم نمیزنی، خب اصلا حرف نمیزنی، داری زندگی میکنی، فیلم برداری میکنی، اصلا همون سبک زندگیت میتونه تاثیرگذار باشه روی یکی، همون هم میشه اینفلوئنسر. تو هرچی میخری واسه خونت، انقدر خوش سلیقه‌ای، مثلا هرچی هم بخری واسه خونت میان زیر پستت مینویسه یک کلمه هم حرف نمیزنی، اینا از کجا خریدی، لینک اینو بذار، نمیدونم لینک اونو بذار. این خودش یعنی تاثیرگذار بودن. لزوما چیزی رو نه آموزش میدی، نه والا میای فلسفی حرف میزنی، نه هیچ. هر نظر صادقانه، زندگی صادقانه خودت رو داشته باشی، میتونی اینفلوئنسر باشی. من هنوز به اون حد نمیدونم، ولی بعید میدونم رسیده باشم. امیدوارم یه روزی منم بتونم اون تأثیر رو بذارم. و تا اپیزود بعدی و چای دیگه. آره تا چای بعد. انرژی نداشتی، خوشم نیومد. بابا من انرژی خیلی انرژی داشتم ازت. جونی داره ازت میچکه. چیکار کنم اینجا بندری برقصم؟ نه حالا بی بزنیم قدش. دوام نکنی ها. تا چای بعد. من تو دوربین نگاه کنم. خدا. تو دوربین ها.